الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى دنیا را محل آزمایش و امتحان برای بشر قرار داده است و یک جا می فرمایند که آیا گمان می برند بعضی که همین که بگن آمنا ما ایمان آوردیم به جنت میره، و الله می فرمایند که من گذشتگان را آزمایش کردم. آزمایش میارم تا معلوم بشه که اونهایی که میگویند آمنا لا اله الا الله میگویند، شهادت میدهم به وحدانیت خدا، به رسالت انبیاء علیهم السلام، ما باید مشخص کنیم که اینها راست میگن یا دروغ میگن. آیا این کلمه از قلب برآمده است یا از زبان برآمده؟ و بعضی جا میفرمایند که صادقین معلوم بکنم، راستگویان را که میگن مسلمانیم و دروغگویان را که به زبان گفتم مسلمانان اما در دل مسلمان نبودند. و الله هشدار داده در قرآن عظیم الشان که آزمایشات می آیند، امتحان می آید، سختی می آید، گرسنگی می آید، سلامتی می آید، مریضی می آید، نشیب و فراز توی زندگی می آید. بشر را و خصوصا مسلمانان را الله تعالی که ادعای بندگی خدا، ادعای عبدیت و غلامی را دارند، الله تعالی اونها را در کوره آزمایش میگذاره و تا معلوم بشه آیا سنگ اگر تویش ظاهر علامات اینه که اب طلا تویشه و این طلا داره، میبرن به آزمایش میگذارن، در کوره میگذارن و معلوم میشه که این طلا داره یا نه. این حلقی رنگهای طلایی است و طلای وجود نداره تویش، ببرن توی کوره میسوزن و
تا معلوم بشه که چه اندازه یا چند درصد طلای توش هست یا نیست. طلا را میگذارن با ذوب میکنن تا معلوم بشه که طلا مخلوط داره یا نه، طلای خالصه یا نه خالص تویشه. توی همه چیزای مسائل موجوده، توی مسائل مادی. لہذا بشر وقتی که بگه که ادعای بندگی کنه، ادعای اسلامی کنه، ادعای دین کنه، الله آزمایشش میکنه که راست میگه یا دروغه. ادعای غلامی بکنه، معلوم میشه که غلامه یا غلام نماست، بنده است یا بنده نمایه، مسلمانه یا مسلمان نماست. نمایش را الله رب العزت نمیپسنده و جدا میکنه از مخلص و از اخلاص و للهیات. روی این آزمایشات برای همین سروران گرامی که بلاها و آزمایشات ادعای وقتی حلال خاری میکنه و میگه بنده حرام الله تعالی در دسترسی قرار میده تا ببینی این حرام حلال در دسترسی نیست، گرسنه و حرام الله میاره توی دستش که ببینی در این شرایط این حرام میخوره یا نمیخوره. و همین طوری عزیزان من آزمایشات پروردگار، امتحان پروردگار ناگزیرند توی دنیا و در نتیجه درود الله و رحمت خدا بر اونهایی که استقامت داشته باشند، مقاومت کنند در مقابل آزمایشات، در مقابل بلاها، در مقابل ناملایمات، در مقابل سختیها، رنجها. همه اینها اونها از خدا عزوجل اطاعت میکنند، پروردگار را فرمان میبرند و می ایستند و ایستادگی میکنند، صبر میکنند و صبر کار میگیرند. صبر یکی از بالاترین عبادات هست و یکی از بزرگترین صفات و بسیار چیز بزرگی است. و اگر صبر نبود رمضان مردم نمیتوانستن روزه بگیرند، با اینکه هوا گرمه، با اینکه روزها طولانی باشه. ولی نعمت صبر که انسان ها مسلمانان اهل دین استقامت میکنند و ماه مبارک رمضان را تکمیل روزه میگیرند. و لحظه این نعمت خوشحالی که بعد در روز عید نصیب همه شد، این برکت همو استقامت ہے، برکت صبر ہے، برکت عمل ہے. و الا اگر کسی صبر نکنه و روزه را بخوره و به بهانه‌های واهی و بیهوده فرار کنه از حکم روزه، چه عید داره؟ عید مال او نیست، مال او عزایه. عید مال کسی است که خدا را اطاعت کردن، فرمان بردن و این عید اون انسان هاست که فرمان برداری کردن و بر نفس و پای خودشون را بر نفس گذاشتن و شیطان طرد کردن از خودشون. لحظه اینها عید و خوشحالی و جشن اینهاست که موفق شدن توی یک ماه الله را بندگی کنند و اطاعت کنند، از گناه پرهیز کنند، شبها بیداری بکشند و نماز بخونند شبها و قرآن را بشنوند. و این نتیجه خوشحالی دنیاست و خوشحالی آخرت اون از الله تعالی است که الله چه خوشحالی نصیب کنه. این نتیجه اطاعت، این نتیجه صبر، این نتیجه فرمان برداری است و این نتیجه استقامت و مقاومت هست. و غیر رمضان وقتی توی ماه شعبان دیگه ماه انسان روزه میگیره فشار میآید سرش ولی رمضان واقعا یک کمک الله تعالی است. همه روزه میگیرن، اهتمام قائل میشن به افطار، به سحری و انسانهای ضعیف هم مثل بنده هم بر سرشون آسان میشه این روزه گرفتن و این نعمت پروردگار است. حتی توی سفر اگر روزه کسی بگیره
که نزد اهل سنت اجازه کسی بخوره در سفر این روزه بگیره، ولی اگر روزه بگیره این روزه آسان تره از اینکه فرد تنها خودش قضایی بیاره و خانواده و همه بخورند و بالاخره برای سحر مشکل پیدا بکنه، برای دیگه چیزا مشکل پیدا میکنه. ولی در رمضان یک برکات خاصی است. آیا سفرهای سحر و سفرهای افطار ماه دیگه هیچ وقت دیگه نصیب نمیشه که توی ماه رمضان نصیبه. و اینها همه برکات رمضانه، برکات ماهه و این نتیجه استقامت سعادت در دنیا و سعادت هست در آخرت. شما 70 سال عمرتون، 80 سال عمرتون، بیشتر یا کمتر توی عمرتون استقامت کنید و بر احکام الله تعالی صبر بکنیم، بر دین الله صبر بکنیم، دین خدا را با چنگ و دندان بگیریم، دین خدا را مضبوط بگیریم و چشمتون حفاظت کنید، گوشتون از گناه حفاظت کنید، زبانتون، فکرتون و قلبتون را از وسوسه گناه حفاظت کنید. وقتی وسوسه گناه آمد بدون شیطانه دیگه هیچ برای چیز دیگه نگردید، شیطان وارد شده. شیطان با یاد کردن نام خدا ترک کنید. وقتی شما نماز ایستادید هر وسوسه که دل آمد بدونید که شیطان آمد و وسوسه را ترک کنید و توجهتون به سوی الله تعالی بگردانید و به روی الله فکر کنید و پروردگار را تعظیم کنید و نماز تعظیم پروردگاره و مناجات با الله و راز و نیازه و لحظه به این فکر کنید و همین که بر دین ثابت قدم بمانید عزیزان من، از حرام، از گناه، از مال مردم، از حقوق الناس، حقوق مردم پرهیز بکنید، از حقوق الله که ضایع بشه پرهیز کنید. این استقامت عزیزان من مقاومت هست و این رحمتی در وقت وفات، وقتی که صاحبان استقامت از دنیا میخواهم برند، رحمتی نازل میشه که سبحان الله خوشحالی عید و یک عید و 100 عید نیست. خوشحالی است که حد و حساب نداره که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که به توحید الله اقرار کردن، به وحدانیت خدا و با اخلاص الله را بندگی کردن و وقتی وفاتشون میآید فرشتگان نزول میکنند و این امداد الله تعالی در این وقت به متوفا، به مؤمن، به صاحبان استقامت میرسه. امداد الله تعالی به صورت گروه فرشتگان میآید و خوشخبری میدن که الله تخافوا ولا تحزنوا، غم نکن. من دو چیز خطرناک توی زندگی دنیا که اعصاب انسان داغون میکنه و گرفتار انسان مریضی روانی میشه، یکی خوف و ترس آدم دیوانه میکنه و یکی غم انسان سلامتی انسان به هم میزنه، از بین میبره. وقت موت این دو چیزه، غم از اینه که زن و بچه و زندگی و ماند و یا حداقل من عمل نکردم، کوتاهی در عمل کردم و چیزایی که فوت میشه بر او غمه و چیزایی که آفات و بلایی که میآید اونجا خوف غالبه و انسان میترسه که چه بلای سر من پیش بیاید و فرشتگان میگن که خوف نیست و غم نیست اینجا برای تو. خوشخبری میدم بهشت، میگم بشارت جنت میدن و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، به جنتی خوشحال باشید که شما وعده داده می شدید. مژده بهشتش میرسه و به زبان فرشتگان و فرشتگان الله تخاف ولا تحزنوا میگه در هر وقت سختی این خوشخبری داده میشه. وقتی موعد سانه قیامت میآید
آنجا هم گفته میشه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا نه خوف دارن نه غم دارن، ترس و غمی نیست. ولهذا روز قیامت برای دوستان خدا روز شادمانیه، روز رسیدن به او زحماتی که کشیدن، او ذخیره عملی که انجام دادن، روز رسیدن به اخلاص، روز رسیدن به ایمان قابل قبول، ایمان خوب، عمل نیک، روزی که میرسن به نمازهایشون، به روزهایشون، به حجشون، به کارهای خیر که انجام دادن، روزی که میرسن به پرهیزگاریشون، روزی که میرسن به تمام نیکی ها و عبادت شبهایشون، به مجاهده هایشون در راه الله، به استقامت در راه الله، روزی که میرسن او روز مای خوشحالیه، چشم اونها روشنه، به الله میرسن، به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات میکنن، از دست مبارک آن حضرت از حوض کوثر آب میخورن و آن حضرت اونها را شخصا پذیرایی میکنه و این مایه روشنی چشمه، مایه شادمانیه و این مژدها جلوه روزی که به بهشت میرسن، به جنت فردوس میرسن، به آرزوهای خود نائل میشن، به تمناهای خود میرسن و بهشت هم نتیجه عمله و نتیجه فضل الله تعالی و رحمت پروردگاره و این خوشحالی نیست که توی دنیا باشه، این خوشحالی ها این در دنیا مثل نداره، این عید نیست که مثل عید دنیا باشه، این چیز دیگر است. ولهذا عزیزان من این نتیجه صبر، نتیجه استقامت، نتیجه مقاومت، نتیجه پایداری است. نه اینکه یک ماه رمضان عبادت کنه و بعد مصلی خود را جمع بکنه و بره دنبال گناه ها و اینها بره و نفس اماره را بعد دیگه تابعداری بکنه و دیگه گناه انجام بده و فراموش کنه مساجد را، فراموش کنه نماز را، فراموش کنه دین را، کوتاهی کنه در امر دین، بره خود را آلوده گناه کنه، آلوده معصیت کنه. نه، این خلاف استقامت هست. استقامت نشد. کسی که نماز نخوانه استقامت نکرده. کسی که کاهل نمازی بکنه، کسی که زکات اموالش را نده استقامت نکرده. کسی که حقوق مردم را رعایت نکنه، حقوق والدین، صله رحمی را داشته نباشه، حق مردم بخوره، آبروی مردم بریزه، تهمت به مردم بزنه، غیبت کنه، دروغ بگه، این استقامت نکرده، استقامت شکسته است، گناه کرده، دنبال زنا و دنبال دود و دنبال چرس و تریاک و دنبال مواد مخدر و دنبال مشروبات الکلی و این آلودگی ها و این نجاست ها، کسی که میری خود را آلوده میکنه خلاف استقامت. استقامت ایستادن در مقابل نفس اماره، ایستادن در مقابل شیطان با کمک الله تعالی و پایبند دین باشه، پایبند فرائض باشه، فراموش کنه گناه ها را و راست حرکت کنه، راست بره. استقامت حرکت مستقیم و راست حرکت کردن، پایداری، پایمردی، ثابت قدمی. این هست که رحمت الهی و برکات خدای عزوجل نازل میشه و مژده‌های بهشت و خیلی چیز عظیمی، خیلی چیز بزرگی و جنت فردوس و رضامندی الله تعالی. این دنیا هیچ ارزش نداره در مقابل این نعمت، در مقابل اون خوشی، در مقابل اون نعمت ها.
جایزه ها در مقابل و ثواب، کل دنیا ارزشی نداره در مقابل این نعمت ها. الله تعالی ما را استقامت نصیب بکنه، صبر و ثبات بده، پای مردی بده الله تعالی من و شما. انشاءالله بعد از رمضان هم استقامت بکنید. انشاءالله 6 روز هم شوال کسی که روزه بگیره و لازم نیست که پی در پی باشه، توی شوال 6 روز روزه بگیرید، این ثواب تکمیل سال میرسه. 1 سال یعنی شما روزه گرفتید و این 6 روز وقتی که شما این روزه را میگیری این میشه احسان. رمضان عدله چون فرض هست و فریضه عدلن، یعنی این چیزی که باید انجام بدید. اما وقتی که شما 6 روز نفل بگیرید شما احسان کردید. همیشه وقتی که شما حق مردم میدید یک چیزی اضافه بکنید. اینجا حق الله که شما میدید، حقوق الله است، روزه چیزی اضافه بکنید و این توی حدیث 6 روز آمده است. ولی ان الله یأمر بالعدل والاحسان، هم عدل الله میگه شما عدل انجام بدید، هم احسان. انشاءالله این ها را به تدریج روزه بگیرید. و چیز دیگری که توصیه میکنم خدمت شما سروران اینه که به هر حال یک فریضه دیگری، وظیفه دیگری که بسیاری از ما غافل هستند، همینه که مردم به دین تشویق کنید. شما یک کلمه حرف برای خدا بزنید، با کسی که به هر حال مشکل داره، با کسی که کوتاهی در امر نماز داره، کوتاهی در امر دین داره، او را توصیه کنید. فرزندان تو، زن و بچه ها، نزدیکان، خویشاوندان، همسایه، دوست و رفیق و آشنا، دوستان نادان و بیدین یک دیگر را به بیدینی ترغیب میدن. شما دوستان دیندار و دانا هستید، مردم به دین تشویق کنید، ترغیب بدید. بی تفاوت نباشیم. چرا اگر بی تفاوت باشیم و توی شهر ما گناه بیاید، این گناه همه ما را غرق میکنه. گناه کرونا میاره، کرونا که بیاید خوب و خراب میبره. گناه آفت میاره، گناه خشکسالی میاره و گناه تبعات داره برای جامعه، همه را میگیره، خوب و خراب میگیره. خوبان کوتاهی کردن و اونایی که گناه انجام داده خوب گناه انجام داده مقصرن. اونی که گناه انجام نداده چرا دعوت الله نداده، چرا مهنت نکرده، چرا مجاهده نکرده. و انشالله این همیشه توی زندگیتون داشته باشه. خود را مسئول بدانید، خود را موظف بدانید و شما خود را سرباز دین بدانید و از دین دفاع کنید، از حقوق الله دفاع کنید، از حقوق الناس دفاع کنید، به حق مردم توصیه کنید، به حق الله توصیه بکنید. و ما هم امروز از همین اساس این مسئله که امروز مطرح است، قیمت نان مثلا متاسفانه گرانی و تورم در جامعه ما بیداد میکنه. قیمت چنان بالا رفتن که کمر شکن برای جامعه و ملت و مردم پریشان. هر کسی را میبینی همین حرف میزنه و مسئولیت حکومت را سنگین میکنه، مسئولیت مسئولان نظام سنگین میکنه، مسئولیت دولت را، هیئت دولت را سنگین میکنه، مسئولیت همه ما سنگینه در مقابل فشاری که امروز بر جامعه وارد میشه و در مقابل این فقر و بیکاری و تنگدستی مردم. و هر کسی که وجدانی داشته باشه وجدانش ناراحته. و خصوصا الان چیزی که شنیدیم و توی رسانه ها هست که نان میخوان گرم بکنن و بالاخره این نان اولی نیاز مردمی. الان بسیاری هستن در جامعه که دستشون به گوشت نمیرسه، به برنج نمیرسه و نان باید برسه. اگر نان دستش نرسه که مردم از گرسنگی میمیرن، تلف میشن. این که آقایان بعضی میگن که آقا ما با نقد جبران میکنه، آقا نقد مال خود شما، پیشکش شما. ولی نان اگر نکنید
ما نقدای شما را جای دیگه دیدیم که شما جبران کردید و حرف اینا میگم مردم دلگرم کنید. شما نه سنگین نکنید که او طیف از جامعه، او گروه از جامعه که دستش به هیچی نمیرسه حداقل نانی بخوره، ضایع نشه. بسیاری خانوادان که ندارند همون نان ارزان نمیتونن بخورن. نان ارزان برایشون سنگینه، چه برسه به نانی که گران باشه و سنگین باشه. این خواسته عموم مردم هست، خواسته بنده نیست، خواسته یک جامعه و یک ملت و یک مذهب و قوم نیست، خواسته ملی مردمه. نه باید همه بخورن. و اینه که این مسئله و من یک حرفی که از مسئولان رده بالا خواندن که گفته که ابزار مثلا که ما برای بهبود اقتصاد در دست ما نیست. و ما حیرانم به حرفای اینا که چه حرفی که میزنه ابزار دست ما نیست. اما که بسیار ناراض میشن اگر کسی دیگر حرف بزنه، میگه که مشکلات کشور ما اقتصادیه. ولی من بنده به جرأت حاضرم ثابت بکنم که مشکلات کشور مشکلات اقتصادی نیست. مشکلات اقتصادی که وجود آمده ریشه در مسائل سیاسی داره. شما مسائل سیاسی کشور را حل کنید، هیچ کاری به اقتصاد داشته نباشید. اگر اقتصاد درست نشد، شما بعد بیایید به گریبان اونهای بگیری که حرف زدن. شما مشکلات سیاست خارجی کشور و این سیاست داخلی و خارجی را تنظیم کنید و تغییر بیاورید و تجدید نظر کنید و از صاحب نظران نظر بخواهید. صاحب نظران حوزوی، صاحب علما، بالاخره بصیرت در علما از لحاظ روشنایی قرآن هست، روشنایی سنت و حدیث هست. و از صاحب نظران دانشگاهی شما نظر بخواهید. شما محدود نکنید این مسئله را در هیئت دولت، در کارشناسان دولتی، در ارگانها، در نهادها. این کارشناسان بیان وقت خیلی از این تحلیل های بعض کارشناسان هم میبینیم حیران میشه که تحلیل اشتباه میدن بعضه. باید اینها بالاخره شما از صاحب نظران نظر بخواهید. علمای حوزه ها هستند، علمای دانشگاهان و فرهیختگان جامعان صاحب نظران. شما از صاحب نظر اقتصاددانان سوال نکنید. اقتصاددانان من این به شما اطمینان میده که صاحبان اقتصاددانان نمیتونه مسئله شما را حل کنن، چون مسئله شما جای دیگه، مسئله کشور دیگه جا گیره. شما صاحبان نظر از سیاستمداران به سوال کنید، سیاستمداران و اقتصاددانان و همه را جمع کنید، نظر بخواهید. و من نظرم این اعتقادم بر اینه که ما از هم موافق و مخالف سوال بکنیم، دلایل بده. مخالف هیچ اشکال نیست که ما بپرسیم که اگر تو نظرت را بده. و اگر مسائل کشور که مربوط به یک کشور نیستن، اینجا تمام شهروندان بالاخره مشکلاتی که به متضرر میشن تمام ضرر میبینن، تمام آسیب میبینن. شما از صاحب نظران ملت ایران و شما از خبره ها، افراد خبره به نظر بخواهید، سوال بکنید که شما راهنمایی مشورت بدید، مشورت اونها را شما بگیرید، دلایل اونها را بشنوید. و اگر این مسائل باشه انشاءالله مشکلات کشور قابل حل، سیاست اقتصاد هم حل میشه، پول هم ارزش پیدا میکنه. الان که پول ما که متاسفانه از همون ضعیفتری کشور، ما یک کشور بودیم که امکانات ما، پتانسیل کشور ما، استعداد کشور ما و حتی ذخایر کشور ما با هیچ کشور
و برابر نیست با کشورهای عمومی. سرمایه کلان در ایران و به هر حال این استعداد هم هستن و چرا پول ما اینطور به ارزش باشه؟ بالاخره کشور فقیر مستمند و پولشون از پول ما بیشتره. این مسئله که وظیفه مسئولین سنگین میکنه و مسئولین باید بیاندیشن، به این فکر کنن و تدبیر بکنن و الله تعالی توفیق بده و دیگران مشارکت بدن در امر مشوره دادن، در امر نظر دادن. آیون گفتن کسانی که روز عید چون آخر کارخانه کار نکردن و گفتن کسانی که موندن تو روز عید کارخانه الان موجودند دم در و به اونها برسه. الله تعالی همه ما را توفیق عمل بده، بهترین رحمتش را و بهترین برکاتش را الله تعالی بر ما نازل بکنه. الله تعالی مشکلات مملکت ما را، مشکلات کشور ما را، مشکلات اقتصادی و مشکلات گوناگون که موجوده، همه مشکلات را و چالش را سر را برداره و الله تعالی همه ما را به عاقبت بخیر کنه، استقامت نصیب بکنه و بهترین برکات و رحمتش را بر همه من نازل بکنه. ملت ایران و همه ملت های مسلمان الله هدایت بده و الله تعالی ما را برگردانه به راه راست و الله تعالی همه مردم دنیا را هدایت بده، اونهایی که مهر جباریت در دلشون نخورده و قابل هدایتند و قابل اصلاحند، الله اونها را هدایت بده و عاقبت همه ما را بخیر کنه و خاتمه همه ما را به ایمان بگردانه و صلی الله علیه و سلم.